من ویلا ندارم، خارج از کشور حساب ندارم، سهام تو این طرف و طرف ندارم. پیمان خودم هستش با خداوند متعال که من خلاف خواست رهبری که عبارت باشه از ترک کردن موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه من مطرح نکردم، تا کنون مطرحم نخواهم کرد. من مسئولیتی داشتم که اطلاعات شخصی از افراد بسیار زیاد دارم، این جمله از جناب آقای روحانی، از آقای جهانگیری. اصلا رئیس جمهور باید نشون بده من ظرفیت دارم. سر اون بزنگاه‌ها میتونم خودمو حفظ کنم، منافع کشور رو و منافع نظام رو بر منافع شخصی مقدم بدم. ما اصحاب ما میتوانیم هستیم. ما مخلص کربلا و کربلایی‌ها هستیم، اما من و شما الان مأموریت جدیمون کار. انتظارشون مردم آن است که در سطوح مختلف با صداقت با اونا حرف زده بشه، حرف نادرست و مردم زده نشه. خیلی بده.